سلام عرض میکنم به شنوندگان پادکست اتاق وضعیت. با یک اپیزود ویژه در خدمتتون هستم. علی نظیفپور هستم. در این اپیزود متاسفانه حسین هوشمند همراهمون نیست چون حسین سفره و بنابراین من این اپیزود خارج از برنامه رو در خدمتتون هستم که درباره یکی از مسائلیه که الان در سیاست داخلی آمریکا بسیار مهم شده و تأثیر بسیار زیادی داره، ادامه دارم هست و اون مسئله پرونده جفری اپستین و تأثیرش روی موقعیت سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکاست. من در این اپیزودی که احتمالاً کوتاه‌تر هم خواهد بود از اپیزودهای عادیمون و یه اپیزود ویژه است، به 5 سوال مهم درباره اپستین قصد دارم پاسخ بدم. یکی این که اولاً پرونده اپستین واقعاً چیه و در واقع جرم هایی که اپستین مرتکب شده بوده چی بوده. دوم اینکه رابطه ترامپ و اپستین واقعاً چی بوده. سوم اینکه نظریه های توطئه غلطی که حول اپستین شکل گرفته بودن چیان و برای ما خب خیلی مهمه که واقعیت رو از نظریه توطئه تمیز بدیم. و چهارم این که پیامدهای سیاسی این پرونده برای ترامپ چی هستند و چرا در حالی که خیلی از مسائل به نظر اصلاً مهم نبودن، یک مسئله بالاخره باعث شده که هواداران ترامپ حالت انتقادی جدی بهش پیدا بکنن و برای ترامپ مسئله دار شده. و پنجم این که رفتار دموکرات ها در قبال این مسئله چی بوده و اینکه آیا سیاستی که در پیش گرفتن صحیحه یا نه و آیا قادر خواهند بود به ترامپ آسیب بزنن یا نه. خب همونطور که گفتم از سوال اول شروع میکنم. فقط قبل از صحبت یک هشدار بدم که به علت واقعیاتی که بالاخره وجود دارن محتوای اپیزود ممکنه که برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشه و همینطور به هر حال برای این که کار ما اطلاع رسانیه یک مقدار مسائل مربوط به آزار جنسی در این اپیزود با صراحت نسبی بحث خواهند شد. بنابراین اگر این چیزیه که نسبت بهش حساسیت دارید یا افرادی با سن پایین ممکنه گوش بدن در حالی که شما دارید گوش میدید، خواستم قبلا این هشدار رو بهتون داده باشم. خب جرم اپستین واقعا چی بوده؟ جفری اپستین یک میلیاردر بوده که یک فرد ثروتمند بوده و روابط بسیار مفصلی مثل خیلی افراد ثروتمند دیگه با چهره‌های سیاسی مهم و دیگر افراد ثروتمند و با نفوذ داشته و حداقل این فرد 80 تا قربانی داشته تا جایی که ما خبر داریم که به شکل سیستماتیک این قربانی ها رو مورد آزار جنسی قرار میداده و تقریبا همه این قربانی ها زیر سن قانونی هستند. اون چیزی که ما میدونیم درباره اپستین اینه که عمدتاً از بقیه از کمک خانوم ها استفاده میکرده، زنانی که خیلی هاشون خودشون قبلا قربانیش بودن و یا بعضی هاشون که قربانیش نبودن که مشهورترینش هم
جیزلین مکسول که یه شخصیت تو بین حلقه های افراد ثروتمند بوده. این تلفظش شاید عجیب به نظر بیاد ولی درستش همین جیزلینه، که الان جیزلین مکسول تنها کسیه که به خاطر جرم‌های اپستین هم محکوم شده و به 22 سال زندان محکوم شده. روش اپستین این بود که این زنان با دختران زیر سن قانونی که عمدتاً بین 13 تا 15 سال سن داشتن ارتباط برقرار می‌کردن، باهاشون دوست می‌شدن و بعد به اسم این که ما می‌خوایم که شما ماساژ بدید جفری اپستینو به خونه اپستین دعوتشون می‌کردند و بعد موقعی که وارد خونه اپستین می‌شدن با همکاری این زنان اپستین این دختران زیر سن قانونی رو وادار می‌کرد که برهنه بشن و مورد آزار جنسی قرارشون میداد و همینطور در کنار این بعضیاشون ها به مهمونی هاش می آورد و در این مهمونی ها عمدتاً این دختران بودند و مورد آزار جنسی توسط خود اپستین و برخی از افرادی که تو مهمونی هاش بودند قرار می گرفتن. چرا مهمه که این جنایت رو من دقیقاً براتون توصیف کردم؟ برای اینکه عنوان چیزی که اپستین بهش متهم شده بود و مکسول هم بهش محکوم شده بود قاچاق انسانه. خب همین اینجا بسیاری از سوء تفاهم هایی که راجع به این پرونده هست از همین عنوان قاچاق انسان اومده. ما معمولا تصورمون از قاچاق انسان اینه که زنانی یا دختران زیر سن قانونی ربوده میشن و از مرز کشورها رد میشن و وادار به روسپیگری میشن. منتها در اینجا منظور از قاچاق جنسی این نیست، قاچاق انسان این نیست. دلیل این که اپستین به قاچاق متهم شده اینه که این دختران در مواردی از مرزهای ایالتی آمریکا عبور داده می شدند تا مورد آزار جنسی اپستین و دوستانش قرار بگیرند. این که از مرز ایالتی رد می شدن دو تا مسئله داشته. یکی این که به FBI که پلیس فدرال آمریکاست امکان می داده که درباره این جنایت ها تحقیق کنه، به دادستان‌های فدرال امکان میداده که درباره این پرونده تحقیق بکنن و همچنین اثباتش راحت تره تا مثلا خود تجاوز. یعنی شما به هر حال یک دختر زیر سن قانونی رو راحت‌تر میشه ثابت کرد که از مرز یک ایالت آمریکا به یک ایالت دیگه‌اش عبور دادید و بعد باهاش رابطه جنسی برقرار کردید تا اینکه مثلا بخواید ثابت کنید خیلی جرم‌های دیگه‌ای رو که اپستین وجود داشت انجام داده. یعنی از همین اول و حالا در بخش سوم اهمیت این موضوع روشن میشه که در واقع اون کاری که جرمی که اپستین بهش متهم شده وادار کردن دختران به روسپیگری نبوده و بنابراین از لحاظ تعریف معنا نمیتونیم بگیم که اپستین مشتری داشته. برای اینکه شما مفهوم مشتری یعنی اینکه پول دریافت بکنید، که اگر اپستین این کارو کرده بود خود این هم یا مکسول که اون هم این کارو کرده بود خود این جزو جرایمشون قرار می گرفت، ولی دلیل این که صورت نگرفته اینه که نبوده. خب همونطور که گفتم اپستین که مرتکب این جرایم شده بود
با افراد خیلی زیادی رابطه داشت و از جمله این افراد حالا در بخش بعدی مفصل‌تر به ترامپ میپردازیم. در بخش مثلا بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات سابق، عرضم به خدمتتون استیون هاکینگ فیزیکدان مشهور، پرنس اندرو از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا، چهره‌های خیلی با نفوذ و با قدرت زیادی دور و بر اپستین بودن. بنابر اپستین اسناد خیلی زیادی هم درباره این مسئله، درباره اپستین و جرایمش وجود داره. این اسناد البته عمدتاً مدارکی هستند که همین حالا ما بهشون دسترسی داریم و دلیل اینکه بهشون دسترسی داریم اینه که خیلی از قربانیان اپستین شکایت خصوصی ازش کردن و شما موقعی که در آمریکا شکایت خصوصی از کسی میکنید که با اعلام جرم جنایی فرق داره، یعنی سیویل ترایل که میشه مدنی یا خصوصی و کریمینال ترایل که میشه محاکمه جنایی. شما یک فرایندی دارید به اسم دیسپوزیشن که در اون فرایند میتونید درخواست مدارک رو بکنید و بعد اون مدارک در اختیار شما که قرار میگیره میتونید اینا رو منتشر بکنید. از طریق این فرایند ما به بسیاری از نامه‌های اپستین دسترسی داریم، به بسیاری از اسناد مالی و بانکیش دسترسی داریم و مهمتر از همه دسترسی به دفترچه تلفنش داریم که احتمالاً در کنار اون اسناد پروازهای خصوصی، جت‌های خصوصی اپستین که چه کسانی مسافرینی بودن که همراهش بودن، موقعی که میگن اپستین یک فهرست از افراد قدرتمند داره که به افراد زیر سن قانونی تجاوز میکردن، منظور احتمالاً همین دفترچه تلفن و اسناد مسافرین هواپیما هست که خب ما از حدود دهه 2000 و سال 2010 به این ور دیگه به همه این اسناد دسترسی داشتیم و نکته مهمم اینه که به هر حال اپستین خیلی روابط زیادی داشته و لزوماً این که اسم کسی در این فهرست ها باشه به این معنا نیستش که در مهمونی های اپستین شرکت کرده و دست به تجاوز زده. مثلا الگور یکی از کساییه که اسمش در این فهرست هست، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، ولی هیچ مدرکی وجود نداره که در مهمونی های اپستین بوده و هیچ کدوم از قربانی های اپستین هم نگفتن که الگور رو در رابطه نزدیک با اپستین دیدن، در حالی که واسه چهره های دیگه مثل کلینتون یا ترامپ یا پرنس اندرو درباره اینا خیلی ما این شهادت ها رو داریم. پس این تا اینجا شد خلاصه پرونده اپستین و اون چیزهایی که ما میدونیم فکت هستن و واقعیت دارن. بنابراین وارد سوال دوم میشیم و اون اینه که نقش ترامپ حالا در این مسئله چیه؟ اولین چیزی که باید در نظر بگیرید اینه که اگر شما فقط از کسانی نباشید که عاشق ترامپ هستید و به هر قیمتی میخواید اونو انسان خوبی جلوه بدید، ما واقعا احتیاجی به اسناد اپستین نداریم که اولا بدونیم که ترامپ تجاوزگره، ثانیاً بدونیم که ترامپ تمایلات جنسی به دختران زیر سن قانونی داره و ثالثاً بدونیم که ترامپ رابطه بسیار زیادی با اپستین داشته و از بهترین دوستان هم بودن. این که چرا تجاوزگره؟ خب بیش از 30 زن ترامپ رو به تجاوز متهم کردن و واقعا این قبل از ورودش به سیاست هم بوده و واقعا بعیده که شما 30 تا آدم تصمیم بگیرن که یک
صاحب املاک و کازینوی رندوم و الکی. شما ممکنه که یک اتهام به دروغ بهتون زده باشه، یک نفر اونقدر دیوانه باشه که بپذیره که تمام پیامدهای منفی اتهام زدن به یه مرد ثروتمند و قدرتمند رو بپذیره و دروغ بگه. ولی اگه 30 نفر بدون ارتباط با هم این اتهام زدن، دیگه به نظر من خیلی جای بحث باقی نمیمونه. ثانیاً ما نوار ضبط شده خود ترامپ رو داریم که داره درباره این موضوع پوز میده که چون نمیدونم مسابقه میس یونیورس یا دختر شایسته فکر کنم تو فارسی بهش میگن، تا مدت‌ها ترامپ صاحب شرکتی بود که اون مسابقه رو برگزار میکنه و ما صدای ترامپ رو داریم که با حالت پوز دادن داره میگه که موقعی که شرکت کنندگان این مسابقه که در نظر بگیرید عمدتاً در ورژن نوجوانش و دخترانی که همین بین 13 تا 15 سال داشتن، زمانی که این دختران برهنه بودن، ترامپ میگه که من ناگهان وارد اتاق رختکن میشدم و غافلگیرشون میکردم و چون رئیس بودم کسی کاری نمیتونست بکنه. این در جریان انتخابات 2016 این نوار منتشر شد. بعدش هم نوار دیگه ترامپ منتشر شد که توش میگفتش که من چون یک سلبریتی هستم وقتی به زنان میرسم بهشون آزار میرسونم. البته این جمله رو نمیگفت، ولی من برای این که دیگه یک میزانی از مرزها رو نگه دارم اینجوری میگم. و بنابراین این موضوع در انتخابات 2016 کاملا دونسته بود که ترامپ اولا فردیه که مرتکب آزار جنسی و تجاوز شده و ثانیاً بعضی از قربانیانش زیر سن قانونی بودن. همینطور شما اگر اینترنت رو سرچ کنید 10 ها و بل 100 ها عکس از اپستین و ترامپ با هم میبینید. بارها و بارها میبینید که اینها با هم دارن میرقصن، صحبت میکنن. ترامپ از اپستین تعریف میکنه. اپستین در یک مصاحبه گفته بود که نزدیکترین و بهترین دوست من ترامپه و بنابراین ما هیچ شکی نداریم که ترامپ دوست صمیمی اپستین هم بوده و البته ترامپ هیچ کدوم از قربانیان اپستین این اتهام مشخص و علیه ترامپ مطرح نکردن که در مهمونی‌های اپستین ترامپ بهشون آزار رسونده. منتها به هر حال ما 2 تا قطعه پازل داریم، یکی این که ترامپ بسیار در مهمونی‌های اپستین بوده، یکی این هم که میدونیم که شخصیتش در ارتباط با زنان چجوری بوده. بنابراین خیلی شوکه آورترین خبر تاریخ جهان نیست اگر فکر کنیم که احتمالاً تو اون مهمونی هام رابطه‌ای با این دختران زیر سن قانونی داشته که البته مصداق آزار جنسیه. پس تا اینجا امیدوارم متوجه شده باشید که ما چه دانشی همین حالا درباره ترامپ و جرایم اپستین داریم. حالا سومین سوال مهم اینه که کدوم بخش‌های این پرونده نظریه توطئه‌اند و ما باید مواظب باشیم. ببینید، اولاً باید اینو در نظر بگیرید که ما یک قطعه مهم پازلمون نظریه توطئه کیوانانه که کیو میشه به طور خلاصه بهش گفت. این نظریه توطئه که به نوعی پایه رادیکال ترین و خطرناک ترین هوادار ترامپ بود، موقعی که شروع شد ارتباطی به پرونده اپستین نداشت. شروعش از اینجا بود که یک نفر که هیچ وقت هم دقیقاً معلوم نشد کیه، در
شبکه اجتماعی فورچن که در اون موقع توسط چهره‌های راست افراطی تسخیر شده بود، یک سری پست هایی گذاشت قبل از انتخابات 2016 و در اون پست ها ادعا می کرد که دموکرات ها در واقع رهبر یک شبکه جهانی قاچاق کودکانند و این شبکه بچه ها رو به آمریکا میاره و دموکرات های مهم این بچه ها رو مورد تجاوز جنسی قرار میدن و همینطور میکشنشون و برای جوون موندن خونشون رو میخورن. و الان هدف ترامپ اینه که وارد دولت بشه و این حلقه قاچاق جنسی و قتل کودکان رو متلاشی بکنه که امیدوارم که لازم نباشه من براتون توضیح بدم که چرا این نظریه توطئه‌ایه که یک انسان با عقل سالم خیلی نمیتونه باورش بکنه. ولی نکته مهم اینه که بعدن که اپستین مشهور شد و دوباره دستگیر شد، این مسئله اومد و پرونده اپستین اومد و روی این سوار شد و این افراد در واقع این داستان خودشونو اینجوری ادامه دادند که خب اپستین رهبر این شبکه قاچاق جنسی کودکان بوده و ترامپ هم علت این که از اول با اپستین دوست بوده این بوده که داشته نفوذ میکرده، میخواسته این شبکه رو لو بده و الان هم که رئیس جمهور میشه در این موقعیت قرار میگیره که این شبکه رو از بین ببره و این افراد خب لزوما در قدرت رسمی خیلی حضور ندارن. البته یک کسایشون هستن، مثلا مارجری تیلر گرین که نماینده است از ایالت جورجیا، از این جنبش کیو اومده. ولی این افراد با وجودی که خیلی خطرناک و خیلی افراطی و خیلی حاشیه‌ای هستن، این نکته رو بگم مثلا چند اقدام تروریستی در آمریکا این افراد صورت دادن. خب اطرافیان ترامپ احتمالاً با علم به این که این حرفا چرتن، ولی خیلی قبل از انتخابات 2024 به این افراد سعی می‌کردن نشونه بدن و حمایتشون رو جلب کنن. خود ترامپ در چند مقطع گفته بود که من لیست اپستین رو منتشر میکنم و پمواندی دادستان کل گفته بود که اصلا لیست اپستین الان رو میز منه و منتشرش میکنم. کش پاتل که الان متاسفانه رئیس FBI اصلا کل کریر و سابقه رسانه‌ایش فقط در این مسئله نظریه توطئه اپستین بود. دن بانجینو که معاون کش پاتل باز بارها اینو گفته بود. نکته مهم اینه که اینجا شما باید این تمایز رو متوجه بشید که اون چیزی که درباره اپستین واقعی هست اینه که اپستین یک فرد میلیاردر بوده و چون یک فرد میلیاردر و با نفوذ بوده دوستان با نفوذ و قدرتمندی داشته و بنابراین در اسنادی که کلاً دربارش هست اسم خیلی افراد با نفوذ هم هست، چه افراد با نفوذ گناهکار چه افراد با نفوذ بیگناه. منتها اون چیزی که نظریه توطئه است اینه که اپستین یک لیست تنظیم شده مشخص از افراد قدرتمندی داشته که در این افسانه همه این افرادم لیبرال و چپن، حتی یه محافظه کارم توشون نیست و
این لیست که منتشر بشه فهرست پدوفایل های قدرتمند آمریکا منتشر میشه و ناگهان کل نظام سیاسی آمریکا فرو میپاشه و ترامپ این قدرت رو داره که چه میدونم خودش رو پادشاه آمریکا بکنه. من امیدوارم که شما الان که من جزئیات پرونده رو براتون توضیح دادم متوجه شده باشید که فرق واقعیت و خیال و نظریه توطئه چیه و فرق این که ما بگیم فهرست اپستین یه نظریه توطئه است با این چیزی که میگیم اپستین واقعا انجام داده چیه. واقعیت اینه که اصولا نظریه توطئه از لحاظ روانشناختی یک چیزیه که ما بهش معتقدیم برای اینکه واقعیت به اندازه کافی جالب و داستان مانند نیست. مثلا این جالب نیست که یک رئیس جمهور جوان و زیباروی آمریکا رو یک نفر کمونیست دیوانه بدون ارتباط با هیچ گروهی به طور رندوم موفق بشه بکشه. خیلی جالبتری که ما فکر کنیم که یک توطئه سازماندهی بوده که مثلا چه میدونم آمریکا رو وارد جنگ ویتنام کنه در حالی که اتفاقاً جان اف کندی هم اندازه لیندون جانسون حاضر بود جنگ ویتنام رو شروع بکنه و اصلا اولین نیروهای آمریکایی زمان کندی اعزام شده بودن. یعنی نظریه توطئه یک نیاز به جهانی که منطق داستانی داره در حالی که در جهان واقعی خیلی چیزها رندوم و از روی شانس و بی‌معنا هستند. بنابراین اینم یه سناریوی هالیوودیه که ما فکر کنیم که جفری اپستین یک فردی بوده که در مرکز یک توطئه بزرگ بوده در حالی که واقعیت خیلی غیر داستانی تر و تلخ تره. واقعیت اینه که ما در جهان به شدت بدون عدالتی زندگی میکنیم که توش افراد ثروتمند و قدرتمند میتونن به راحتی سالها جنایت بکنند و دختران بیگناه رو قربانی بکنند و دیگر افراد ثروتمند و با نفوذ هم آگاه میشن از این مسئله ولی روشون رو برمیگردونن و سکوت میکنن. واقعیت اینه که جفری اپستین نماد یک جامعه مرد سالاره، نماد سمپتوم بدترین شکلشه. ولی اگه ما نخوایم بپذیریم که در یک جامعه مرد سالار بیمار زندگی میکنیم، اگه نخوایم بپذیریم که جفری اپستین وجود داشته چون همه ماها در وجودش تا حدی دست داشتیم با فرهنگی که ساختیم، راحت‌تره و جذاب‌تره که فکر کنیم جفری اپستین رهبر یک توطئه مخفیه که ما هیچ گناهی توش نداشتیم. یه نظریه توطئه دیگه هم اینه که جفری اپستین جاسوس اسرائیل بوده. اینو تاکر کارلسون از کسایی بود که مطرح کرده بود. متاسفانه حالا چون تاکر کارلسون مخالف جنگ ایرانه و با رئیس جمهور ما هم مصاحبه کرده، خیلی ها یادشون رفته یا اصلا از اول نمیدونستن که تاکر کارلسون یک چهره راست افراطی نژاد پرست بسیار خطرناکه و مثل یه فرد عادی در ایران باش رفتار میکنه و من افرادی که اصلا انتظار نداشتم میدیدم که حرفای کارلسون رو انگار ذره اعتبار داره در فضای مجازی منتشر میکردن. این نظریه توطئه دومم اینه که تاکر کارلسون جاسوس اسرائیل بوده و هدفش این بوده که آمریکا رو وادار بکنه که سیاست‌های حامی اسرائیل داشته باشه و بنابراین این افراد رو در حال آزار جنسی گیر مینداخته و
حق و سکوت ازشون میگرفته. باز اینم اگه نگاه کنید میبینید که انگار برای ما سخته که این موضوع بدیهی رو باور بکنیم که سیاستمداران آمریکایی به دلایل ایدئولوژیک حامی صهیونیسمن و به صهیونیسم اعتقاد دارند، به خصوص صهیونیسم مسیحی. انگار که کسی نمیتونه واقعا طرفدار اسرائیل باشه چون اسرائیل یک کشور جنایتکاره. ما حتما باید یه دنیایی رو تصور بکنیم که انگار هر کسی مخالف ماست یک جوری با ما موافقه ولی داره در یک توطئه شیطانی بزرگه و خودش هم میدونه شیطانیه. مسئله اینه که شما نمیتونید همین جوری چون لحاظ داستانی سر و تهش جور در میاد که اپستین قاچاقچی انسانه و جاسوس اسرائیل اینو بگید. احتیاج به مدارک بیشتری دارید از این که بگید که تو ذهن من این مسئله هست و طبیعتاً هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط اسرائیل و اپستین وجود نداره و بنابراین نظریه توطئه است. البته واقعیت هم اینه که اسرائیل اصلا نیازی نداره که اخاذی بکنه از سیاستمداران آمریکایی و ما اصلا برای منافع خودمون باید این واقعیت رو بپذیریم. خب این مسئله این بود که کدوم بخش نظریه توطئه از کدوم بخش واقعیته. الان متوجه شدید که چرا روی تعریف قاچاق انسان تاکید کردم؟ برای اینکه نظریه کیو و کلاً این نظریه های توطئه نگاهشون جوری بوده که انگار اپستین یک مرکز روسپیگری برای دختران زیر قانونی اداره می کرده و این دلیلش اینه که اگه شما با قانون آمریکا آشنایی نداشته باشید، قاچاق انسان که میشنوید روسپیگری چیزیه که به ذهنتون میاد، ولی واقعیت اینه که ما هیچ مدرکی از این که روسپیگری رخ داده باشه نداریم. هیچ کدوم از دخترانی که قربانی اپستین بودن نگفتن که ما اپستین به همون پول داد یا اون مردانی که اپستین توی مهمونی هاش ما رو در اختیارشون گذاشت به اپستین یا به ما پول داده بودن. این اپستین قاچاق جنسی انجام داده برای اینکه دختران رو از مرز ایالتی رد کرده. خب حالا که ما متوجه شدیم که واقعیت و خیال در این مسئله و پرونده چیان، سوال اینه که پیامدهای سیاسی برای ترامپ چی بوده؟ خب به طور خلاصه پیامدهای سیاسی برای ترامپ این بوده که بالاخره یک موضوعی پیدا شده که هواداران ترامپ به ترامپ اجازه نمیدن ماسمالیش بکنه. یعنی چی اجازه نمیدن ماسمالیش بکنه؟ یعنی این که ترامپ با این که میگه که این یک هوکسه، یعنی یه خبر دروغه، یه کلاهبرداریه و این که دستور میده که دیگه توجه نکنید، قادر نبوده که این افراد رو راضی بکنه که دیگه بهش توجه نکنند. تا الان ما شاهد این که این مسئله باعث کاهش محبوبیت ترامپ بین جمهوری خواهان بشه نبودیم. در نظرسنجی هایی که بعد از این اخبار رخ دادن، ترامپ همچنان همون حدود 90% حمایتی که قبلا داشته رو هنوز هم داره. ولی یکم اگر زیر کاپوت رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که چرا این خبر برای ترامپ نگران ساز بوده. چرا میتونه نگرانی آفرین باشه؟ برای اینکه ببینید معمولا توی نظرسنجی ها
چند تا گزینه میدن به افراد، میگن که strongly approve, no opinion, disapprove, strongly disapprove. یعنی کاملا حمایت میکنم، به شدت حمایت میکنم، حمایت میکنم، به خنثام عدم حمایت میکنم، به شدت مخالفم. اتفاقی که فعلا ما تو نظرسنجی ها شاهدش هستیم این بود که آمار strongly approve یعنی به شدت حمایت میکنم ترامپ در پیامد اخبار اپستین کاهش داشته و درسته اینها از به شدت حمایت میکنم به حمایت میکنم رو آوردن، ولی این به هر حال یک میزانی از تضعیف حمایت جمهوری خواهان از ترامپ رو نشون میده و به هر حال الان حدوداً بین 43 تا 44% میزان حمایت از ترامپ که خیلی خوب نیست، منتها حتی اگه یه ذره دیگه پایین بیاد در حد فاجعه بار براش ممکنه بشه. که شما فکر کنید که ما در یه جایی هستیم که حتی اگر 5-6% جمهوری خواهان در اثر ادامه این اخبار علیه ترامپ بشن، ما شاهد این خواهیم بود که وضعیتش بسیار بد میشه. همینطور خب چهره های مهم ترامپیست و راست افراطی این قضیه رو ول نکردن، در حالی که عمدتاً وقتی یک اختلاف پیش می اومد ما شاهد این بودیم که این چهره ها هرچی نظر قبلیشون بود شروع می کردن به توجیه حرف ترامپ. یه استثناهایی بود، مثلا خبر ایران که پیش اومد و ترامپ به مواضع هسته‌ای ما حمله کرد، یه چهره‌هایی مثل تاکر کارلسون و مارجری تیلر گرین استثناهایی بودند که به مخالفت قبلی خودشون با جنگ ادامه دادن، ولی عمده ترامپیست ها مثل چارلی کرک، استیو بنن اینا توجیه کردن. حالا ما شاهد این هستیم که بعد از این مسئله اپستین یک اقلیتی از این چهره ها فقط به توجیه روی آوردن و بقیهشون یا خواستار برکناری پنباندی یا کش پتل شدن که به هر حال ادامه عدم فرمان برداری از ترامپ، یا خیلی هاشون هم فراتر رفتن و گفتن که اصلا این توجیه نداره که ترامپ چرا داره از عدم انتشار لیست اپستین خودداری میکنه. واقعیت اینه که خب ترامپ و دوستانش موقعی که وعده انتشار لیست اپستین رو میدادن میدونستن چنین لیستی به اون معنایی که در ذهن حامیان ترامپ اصولا وجود نداره که بخواد منتشر بشه و انتشار اسناد هم یه مسئله ساده نیست. همینجا خیلی ها ممکنه براشون سوال پیش بیاد، بگن که اگر ترامپ در لیست اپستین بوده چرا دولت بایدن اینو منتشر نکرده؟ دلیلش اینه که دولت بایدن یک دادستانی کل مستقل داشته، حتی نتونسته از پسر خودش در برابر تعقیب قضایی حفاظت بکنه و واقعیت اینه که احتمالاً در اسناد اپستین که ما تا حالا ندیدیم احتمالاً یک چیزهایی هستند که اگر منتشر بشن اینا از لحاظ سیاسی برای ترامپ بد خواهند بود و به آبروشو میبرن. البته واقعا من نمیدونم چطور ترامپ 2025 سال بعد از تولد مسیح هنوز میتونه آبرو داشته باشه در اینجور مسائل، ولی اسناد بیشتری هن دیگه که ترامپ آدم خوبی نیست و طبیعتا هم ترامپ نمیخواد اینا منتشر بشن. منتها دادستانی کل به عنوان قوه قضاییه کارش این نیستش که آبروی شهروندای آمریکا رو ببره، بنابراین مدارک رو جمع میکنه، نگاه میکنه، میبینه که
آیا این مدارک در دادگاه میتونن این فرد رو محکوم بکنن یا کافی نیستن؟ اگر ببینه کافی نیستن، فرد رو متهم نمیکنه و چون متهمشون نمیکنه بنابراین اسناد رو هم منتشر نمیکنه، چون همونطور که عرض کردم کار دادستانی کل این نیستش که از قدرت تحقیق و پلیس برای بی‌آبرو کردن افراد استفاده کنه، یا متهم میکنه یا دیگه همه چیز رو مخفی نگه میداره. نمونه چنین مسئله‌ای نامه‌ایه که وال استریت جورنال 3 روز پیش منتشر کرد و باعث شد ترامپ از روزنامه و صاحبش روپرت مرداک هم شکایت بکنه. این یک نامه‌ای بود که ترامپ برای تولد اپستین بهش نوشته بود. در حاشیه نامه یک زن برهنه رو کشیده بود و تو متن نامه این بود که تو راز منو میدونی و تولدت مبارک و به امید رازهای بسیار بیشتر. خب هر کسی که یک ذره عقل داشته باشه و عاشق ترامپ نباشه، البته ممکنه این دوتا جمله هم معنی محسوب بشن. اگر متن این نامه رو بخونه خیلی براش واضحه که ترامپ داره در عمل میگه که من هم مثل تو نگاه جنسی به دختران زیر سن قانونی دارم. این خیلی بدیهیه. تمام توجیه هایی هم که شاید میشنوید توی چیزا دروغه. مثلا این که میگن ترامپ هیچ وقت نقاشی نکشیده. ترامپ اصلا بارها و بارها در خیریه ها نقاشی هاشو فروخته و یه رسانه‌ای در حد وال استریت جورنال هم بدون اینکه مطمئن بشه نامه رو ترامپ نوشته منتشر نمیکنه. پس شکی نیست که برای ترامپ انتشار این نامه بده، ولی آیا این نامه رو دادستانی کل میتونه در دادگاه برای محکوم کردن ترامپ استفاده بکنه؟ نه خیر. به چند دلیل. اولا برای اینکه ترامپ اعتراف نکرده در این نامه، خیلی به شکل تلویحی سخن گفته و معیار محکومیت هم در دادگاه‌های آمریکا اینه که شما باید هیچ شک معقولی در محکومیت نداشته باشید. یعنی اگر شما حتی بتونید به شکلی معقول شک بکنید، اگرچه احتمالش بیشتره، باید رأی به تبرئه بدید در مقام هیئت منصفه. و ثانیاً این که اصلا هم به هر حال هر چقدر بد باشه، صرف نگاه جنسی به دختران زیر سن قانونی جرم نیست، چون یک چیزیه که در مغز شما داره رخ میده. شما احتیاج دارید ثابت کنید که ترامپ به یک فرد خاص آزار جنسی رسونده. پس اسنادی که وال استریت جورنال منتشر کرده و اسناد دادستانی کل آمریکا بوده که ترامپ نمیخواسته منتشر بشه، اینها چیزهایی هستند که در دادگاه افکار عمومی به محکومیتش منجر میشن، ولی در دادگاه قضایی مدارک قابل استناد نیستن. و به همین دلیل هم دادستانی کل بایدن که مستقل از خود بایدن بوده حاضر نشده اینا رو منتشر بکنه و به همین دلیل هم هست که دادستانی کل ترامپ که این استقلال رو دیگه نداره حاضر نیست منتشر بکنه. خب پس چرا ترامپ و باندی و پتل و اینا وعده انتشار این اسناد رو دادن با وجودی که بخشی از اون اسناد خیالی هن و بخشی از اون اسناد آبروی ترامپ رو میبرن؟ برای اینکه اینها فرض میکردن که هوادارانشون افراد احمقی هن که میشه این وعده ها رو بهشون داد و بعد وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده. البته این خیلی فرض نادرستی هم با توجه به سابقه نبوده. ترامپ قول داده بود به مدیکر و مدیکید دست نزنه که بیمه های دولتی مهمی هن. اپیزودهای قبلیمون رو گوش کنید برای اینکه متوجه شید، ولی قطع بودجه شون کرده. پس ترامپ این سابقه رو داشته که درباره مسائل مختلف
درباره مسائل مختلف وعده بده، زیر وعدش بزنه ولی با پیامدی روبرو نشه. ولی این بار با پیامد روبرو شده که احتمالاً دلیلش اینه که در نهایت شما میتونید تو خیلی چیزا زیر قولتون بزنید ولی در بعضی مسائل هم هواداران شما براشون هویتیه. مثلا احتمالاً اگر شما پیرو یک رهبر مذهبی باشید ممکنه خیلی از گناهانش رو ببخشید، ولی اگر برگرده بگه خدا وجود نداره طبیعتاً دیگه نمیتونه رهبر مذهبی باشه. واقعیت اینه که این نظریه های توطئه حول اپستین برای ترامپیست های تندرو یک مسئله هویتی بودن و یک اسطوره بنیادین در به نوعی مذهب سکولار ترامپیسم بودن و بنابراین ترامپ تبدیل به یک رهبری شده که بالاخره یک گناه نابخشودنی مرتکب شده. اگر هم هنوز از ترامپ حمایت میشه دلیلش اینه که به هر حال برای این افراد راست افراطی طبیعتاً ترامپ بهتره از دموکرات ها، ولی در این حال شکی نیست که پیامد این مسئله یک بحران واقعی برای ترامپ بین حامیانش بوده و ما الان شاهد این مسئله هستیم و هر چقدر مسئله کش پیدا بکنه احتمالاً برای ترامپ بدتر و بدتر هم خواهد شد. ترامپ در یک حکم به پنباندی گفته بود که از دادگاه اجازه بگیر و اسناد هیئت منصفه ویژه رو منتشر بکن. هیئت منصفه ویژه فرقش اینه که فقط برای متهم کردنه، برای محکوم کردن نیست و معیارش هم خیلی پایین تره برای اینکه کسی رو متهم بکنه، ولی اسناد این هیئت منصفه ویژه محرمانن و در موارد بسیار استثنایی فقط منتشر میشن. شاید ترامپ فکر میکرده که قاضی قطعا مخالفت میکنه و بعد منم میگم من میخواستم منتشر کنم، قاضی نذاشت و این مسئله رو تموم میکنه. بعد ببینیم که این بازی جدید ترامپ جواب میده یا نه، ولی احتمالاً این مسئله برای ترامپ ادامه دار خواهد بود و حامیان جدیش به این راحتی ها راضی نمیشن. باید ببینیم در نهایت به کاهش محبوبیتش منجر خواهد شد یا نه که اون بدترین سناریوی براش، ولی حتی اگه این اتفاق رخ نده این یک بحران جدی برای ترامپه که ممکنه شکل بده به سیاست داخلی آمریکا به شدت. آخرین مسئله‌ای که گفتم مسئله رفتار دموکرات ها بود. خب دموکرات ها دو نوع رفتار کردن که یک نوع شخصا برای من ناامید کننده است و اون اینه که جوری رفتار میکنن که انگار نظریه توطئه اپستین درسته. مثلا جان آساف که سناتور جورجیاست گفته که معلومه که کسی که تجاوز کرده اجازه نمیده که فهرست اپستین منتشر بشه. ممکنه این که ما وانمود کنیم که این نظریه توطئه درسته در کوتاه مدت به ضرر ترامپ و به سود دموکرات ها باشه، ولی همیشه سیاستمداران از اینکه افراد خطرناک معتقد به نظریه توطئه رو به ائتلاف‌های غیر رسمی سیاسیشون راه بدن بعداً خودشون ضرر کردن. اون موقع که جمهوری خواها این افراد رو داخل خودشون آوردن ضرر دارن میدن الان و دموکرات ها هم ضرر خواهند داد، چون بالاخره یه رئیس جمهور دموکرات هم سر کار میاد و باید پاسخگوی این باشه که حالا تو چرا این اسناد رو منتشر نمی کنی، به خصوص اگر ما معتقد باشیم که ترامپ هم حالا توشون هست. و اصولاً به هر حال اصلا ما میخوایم قدرت رو به دست بگیریم تا با
نظریه های توتم مبارزه بکنیم، نه برعکس. یک رویکرد دوم که بسیار بهتره اینه که ما تأکید بکنیم به این که چرا ترامپ و اطرافیانش وعده انتشار اینها رو دادن و از این زاویه ترامپ رو بکوبیم که حتی با فداکاری هم همراه نیست برای اینکه آسیب سیاسی که به ترامپ میزنه به خصوص بین قشر مستقل اصلا کمتر از این نیست که وانمود کنیم که ترامپ این یک چیزهای مهمی رو داره قایم میکنه. و اینکه به این موضوع دوباره تاکید بکنیم که ترامپ میدونیم و نیازی به اسناد عجیب و فهرست افراد منحرف اپستین نداریم که بدونیم که ترامپ یک فرد آزارگر جنسیه. به هر حال دموکرات ها در این مدت نقطه ضعف تشخیص دادن و همه تمرکزشون رو روی کوبوندن ترامپ روی مسئله اپستین گذاشتن و دارن از این مسئله جواب هم میگیرند. خب ببینید به هر حال این یک مسئله مهم بود که در سیاست داخلی آمریکا خیلی مهمه، در سیاست خارجی هم ممکنه تا حدی مؤثر باشه. در مورد خود ایران به هر حال احتمالاً خیلی روابط ترامپ تحت شعاع این مسئله قرار خواهد گرفت. البته ترامپ الان چون همه حامیان رسانه‌ای و با نفوذش علیهش متحد شدن نمیتونه با همشون قطع رابطه بکنه، ولی به هر حال قطعا یک روابطی قطع خواهند شد. ممکنه در مواردی این با افراد ضد جنگ و حامی دیپلماسی باشه، ولی مثلا خب الان کسی که ما شاهد این هستیم که رابطه با ترامپ رو به شدت به مراحل بحرانی رسیده روپرت مرداکه که ما میدونیم که در روزهای منتهی به حمله اسرائیل به ایران مرداک در کاخ سفید بود و برای تشویق ترامپ برای همراهی با اسرائیل لابیگری شدید میکرد. بنابراین ما باید ببینیم که از این حلقه اطرافیان ترامپ در اون ور بحران کی میمونه و کی میره و باید ببینیم که حالا حلقه های اطرافش بیشتر حامی دیپلماسی با ایرانن یا بیشتر حامی جنگ با ایرانن. ولی با توجه به اینکه کیا حذف میشن و کیا میمونن این اتفاقات میتونه به سود ایران باشه یا به ضرر ایران باشه. خب این پایان این اپیزود ویژه و خارج از برنامه بود برای اینکه موضوع مهمیه که من میخواستم که حتما زودتر نگاه دقیق رو بهش پیدا بکنید. هفته بعد با حسین دوباره به یه اپیزود عادیمون برمیگردم که به احتمال زیاد یه اپیزود پرسش و پاسخ خواهد بود و متاسفم که در این اپیزود حسین نبود و مجبور بودید که از اول تا آخر صدای مونوتون منو شنیده باشید. امیدوارم پشت فرمون خوابتون نبرده باشه. به هر حال از طرف من خدا حافظ، ممنون که گوش دادید و البته مثل همیشه تشکر میکنم از عارف دهقاندار و محسن ارتضایی که همراهان همیشگی پادکست اتاق وضعیت هستند. تا هفته دیگه خدا حافظ.